سلام هموطنان عزیز، امید که جور و آرام باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. در این ویدیو میخوایم که به شما آموزش بدهم چطور میتوانید فیسبوک های جعلی یا فیسبوک هایی که از نام شما استفاده میکنه یا فیسبوک های فیک یا اکاونت هایی که عکس های شخصی شما را در فیسبوک نشر یا شیر میکنه، چگونه این اکاونت ها را شما از بین ببرید. ما در این آموزش به شما همه مراحل آموزش میتم، پس لطفاً با ما همراه باشید و یک خواهش میکنم که همین چینل یا کانال ما را سابسکرایب کنید تا ما همیشه به شما آموزش و تکنیک های فیسبوک در همین چینل یا کانال خود با شما نشر کنم و به اشتراک بگذارم. پس لطفاً با ما همراه باشید. مرحله اول وارد فیسبوک شوید و اکاونت یا حساب فیسبوکی که جعلی یا فیک است چطور میتونید ایرا به تیم فیسبوک ریپورت کنید تا این اکاونت از بین بره. خب دوستای گرامی، در این قسمت شما این آپشن کلیک کنید. این قسمت هم خب من اینجا کلیک کردم. بعد مرحله دوم اینجا نوشته میشه ریپورت پروفایل. خب پس ریپورت پروفایل شما باید اینجا کلیک کنید. این آپشن میگم. خب ایران باز میکنیم. دوستای عزیز یک لحظه صبر کنید. در اینجا به شما دو آپشن میاره. خب ما در اینجا اول آپشن دوم انتخاب میکنیم. اینی آپشنی که حالا به شما مشخص میکنم، این را شما انتخاب میکنید. خب در اینجا پست اول سلکت یا انتخاب میکنید. بعد اینجا گزینه آپشن نیکس میبینید. دوستا اینجا رو ببینید شما، این قسمت نوشته است نیکس. پس نیکس کلیک میکنید. خب مرحله بعدی چی کار میکنید؟ اینجا آپشن ها زیاد است. اگر اکاونت ها در اینجا، اگر اکاونت مثلا چیزای خراب یا مثبت 18 نشر کرده بود، شما باید آپشن اول انتخاب کنید. این آپشن میگم، آپشن اولی را انتخاب میکنیم. خب دوستان عزیز، بعد انتخاب این آپشن ما اینجا چندین آپشن میبینیم. مثل اینجا ببینید sharing someone notes image و مثلا در اینجا نوشته است یا physical abuse. اینجا ببینید خیلی آپشن ها به ما داده. ما آپشن سوم انتخاب میکنیم، این آپشنه. پس این آپشن کلیک کنید. خب دوستای عزیز، تا حالی ریپورت ما سابمیت نشده، پس باید گزینه سابمیت انتخاب کنیم. خب میم انتخاب میکنیم و لحظه صبر میکنیم. اینجا هم نیکس کلیک میکنیم. خب بعد از اینکه ما اینجا انتخاب کردیم، حالا دوستان عزیز اینجا یک آپشن داریم به اسم hide all from. اسمی همون شخصی که نوشته است، این قسمت منظورم است. این بعد انتخاب کنیم، بعد هاید کنیم، میره هاید کلیک میکنیم و بعد دن میکنیم. خب این کار انجام دادیم. حالا باید عکس کورش انتخاب کنیم. در قسمت کور کلیک میکنیم. بعد این قسمت تری دوتس یا مثل نقطه را انتخاب میکنیم. بعد ریپورت انتخاب میکنیم، این قسمت. و حالا دوستان عزیز در اینجا حالا آپشن بعدی را باید انتخاب کنیم. اسکم فروت اور فالس انفارمیشن. این قسمت، این آپشن انتخاب میکنیم و ادامه میتیم. بعد اینجا فروت اور اسکم انتخاب میکنیم. با فیسبوک ریپورت میزنیم که شخص کلاهبردارم است. قسمت سابمیت میکنیم، نیکس میکنیم و اینجا دن انتخاب میکنیم. خب دوستان عزیز این کار را انجام دادیم. حالا دوستای عزیز بعد از اینکه ریپورت را انجام دادیم، باید 24 ساعت الی 48 ساعت صبر کنیم و بعض موقع تا یک هفتم طول میکشه که فیسبوک ریپورت یا ریپورت ما را بررسی کنه. بعد از اینکه بررسی کنه به احتمال 99% اکاونت از بین میره. دوستای عزیز یعنی میتود یا طریقه تست شده است، ما امتحان کردیم، اما بعضی اکاونت هست که ممکن فیسبوک حذف نکنه به خاطری که هم اکاونت
سکیوریتی امنیتشون بعضیاش بیشتر می باشه، اما با این طریقه فعلا نتیجه میده دوستا و میتود های دیگر هم برایتان آموزش میدم. ما دوستا این طریقایی که تنها کار میکنم آموزش میدم از طریق لینک و گپارم انشالله در ویدیوهای آینده به شما نشر میکنم. دوستای عزیز بازم تکرار میکنم سابسکرایب چینلم یادتان نره. تشکر از حمایت تک تک شما.